رفیقا، خوش اومد به ویدیو جدید یوتیوب. بالاخره بعد 3 ماه اومدیم با ویدیو جدید یوتیوب. اومدیم که دوباره پرقدرت بهتر کنیم با حمایت شما. لایک ویدیوتون نره، چنل رو سابسکرایب کنید حتما. زبونم نمیچرخه بعد 3 ماه اومدم دو و حتما زنگوله رو روی آل بذارید که ویدیو جدیدی پخش شد براتون ارسال بشه. یه کامنت انگلیسی هم بذارید که حسابتون نپره. خب ویدیو امروز درباره این بود که من یه استوری گذاشتم گفتم کثافت ترین کاری که کردید و تو یه کوئسچن باکس بهم بگید و میخوام ویدیوش کنم. الان قراره بریم به اونا بپردازیم ببینیم کثیف ترین کاری که کردید از نظر شما چیه. خیلی دارم کردن یکی البته چند بار میکردمشون میخورد، چیزی که کسشر نوشته ولی چیزی که من فهمیدم ازش یکی رو کرده چند بارم خورده برش. متولد 91 ای من دهنی زندگی رو این ماهیستم. بعد ما روز معلم رو تو دستشویی ریدم زدم رو کیک و کیک رو دادم به معلم خورد همه رو انداخت بیرون. نه بابا اینو نپذیرم، قبول نمی کنم. نمیدونم شاید چرا باید این کارو کنی؟ چرا واقعا ما بریم رو کیک و بدی بچه ها و معلم بخورن و اینطوری بشه؟ تو کلاس سنگ ورزش که همه تو حیاط بودن یکی رو کردم. آفرین، خیلی کار خوبی کردی. چرا این هم نه این یه چی دیگه بود. به این رفتم شهرستان. بعد یه پسر بود، هم من ازش خوشم اومده بود هم اون از من. تنها تو خونه بودیم، داشتیم بگام میرفتیم که مامانم رسید. یا اول متولد 88 من دهن این زندگی رو من گاهید. بچه بودیم با پسر خالم دودول بازی کردیم. دمت گرم عالی. رفتیم استخر یکی توف کرد تو آب، منم دهنم بود اون آب تو دهنم. وای توفه رفته تو دهنش. ای این واقعا خیلی چندش بود. کار تو نبود، یکی دیگه تو رو بگاه داده بود در واقع. ای حالم به هم خورد واقعا با این یکی. هرچی میخوردم رو به لباسم میزدم مثل پفک، دهنم با لباس پاک میکردم. با این عادت بوده، کثافت نبوده. کثافت ترین کار یه دونه معمولا میشه. تو همیشه این گور رو میخوردی. آب خودم رو خوردم. ای من دهن تو گاییدم. بابا چرا باید این کارو کنه؟ آخه طرف کس میگه. یک روز که پدر مادرم نبودن عممو گاییدم. پروژه استپمان باشه. آره باش. بعضی ها من خیلی میشنم واقعا تو فامیلاش اینطوری، فامیل با فامیل، اون عمه‌ش و این یکی زنداییشون من نمیدونم، من درک نمیکنم. شاید تو خانواده ما اینطوری نیست، چیز عجیبیه برام. ولی آره، کردن رفیقم جلو معلم باش اینو قبول میکنم حتما. یک شب یکی از بچه‌ها که خیلی باهم خوب بود، فامیلمون بود ولی 2 سال ازم کوچیک‌تر بود. خیلی دوستش داشتم، هواشو داشتم. 3 نقطه یا علی گذاشتی درش حتما. دهن تو گاییدم. سوء استفاده نکنید در رفاقت‌ها. یه بار دانس دهنی رفیقم خوردم. این چیز عجیبی نیست، پسرا معمولا میخورن. کسخلم. یکی نوشته یادم نیست. باش مادر چه باید بامزه‌ای تو واقعا. گاییدن دختر با تعداد بالا. ددی فاکره. آره بچه بودم کلاس 2 ابتدایی، دختر صاحب خونمون رو کردم. باجی بکن آقا، فکر کنم فقط ما غافل عقبمونیم. دهنتون سرویس. شاشیدم تو پمپ آب. ای وای فکر کنم مثلا اون پمپ آبه مثلا برای 3-4 طبقه باشه، 3-4 تا خانواده بگاه برن. خوبت هم بگاه بری، میدونی آبو داریم بخوری کثیفه. یکی دیگه هم نمیشه با عمم خوابیدم. عمم چه بده شدن خبر نداریم. شاشیدم تو بطری، بعد کل بطری خالی کردم. پسر فامیلمون 9 سالم بود. بارلم و رفیقم جیم زدیم رفتیم سیرجان نوشتی سیرجون.
بعد اونجا مامانم زنگ زد میگه بیا خونه ولی من توی شهر دیگه. چیز عجیبی نیست، ما همیشه وضعیتمون. مامانم زنگ زد کجای داشت، سر کجا من، و کجا مثلا 2 تا شهر اونورترم، مثلا نسیم شهریم ما یا شهریاریم، چه میدونم اینطوری دیگه. اون میبینی تهرانیم، ارم مثلا 2 ساعت با خونه اختلاف داره. اون یکم نوشته کردن رفیقاتون نکنید، خیلی کار بدیه. سلام داشت گلم زده بود بالا، گذاشتم تو دختر خالم، اونم خوشش اومد. آره دیگه دهنتونو گاهی. حدود 30 خورده ای بار سکس کردم. متولد چنده؟ متولد 90 دخترم هست یا ابوالفضل. خیلی فکر کن مثلا 13 سالت باشه 20 بارم سکس کنی، یا خدا. دوستام میمالم. ما فقط کون دوستامون نمیذاریم، میمالم چی؟ 22 تا دوست دختر داشتم، هنوز هم دارمشون، ولی حتی یک دونش هم نفهمیده. تو این لاشی بازیه، این کثافت کاری نیست، این لاشی بازیه. مادرمو میمالم هر روز، اون فکر میکنه دوستش دارم، از پوش بغل میکنم. آن چیه با این دیگه استفهام دارن میزنن. پروژه نکن، زشته پسر. تا داداش دو قلو بودن، یکشون برام خورد، هفته بعد پیشم یکی گفتم بیا بازم بخورش، شبیه بودن خیلی باحال بود. این نمیدونم راست بود یا دروغ، ولی باحال بود. داداش بودن شبیه هم بودن، فکر کنم با اون یکی رفته گفتی. محرم تو نازی‌آباد با پسرم هم یه لیوان رو توش داریم ریختیم توش، بعد سینی رو پر کردیم با اون لیوان علامت طرف خورد. وای واجی تصوراتمون نسبت به هر چیزی که بیرون میخوام بگیرم بخورم و گرفتم خوردم به هم زد. دهنت سرویس داشتی دیگه. از تو چه بمون اون دختر خاله، من میدونم خب دیگه دختر خالش که 16 سالشه رو به رضایت خودش از وقت خونه تنها بودیم. عجب چیزی بود. برای منم بخواست جور کنه مثلا. شوخی میکنم. این بود که جوهر خود کار ریختم رو صندلی معلم، اون نشست روش و بعد اخراجم کرد. منم رفیقم ماشین معلم رو خط انداختیم. چرا که معلم این کارو کرده؟ چی کار کرده بود؟ این جوهر ریخت. میتونست کار دیگه بکنی، این کاری هم کرده بود. جوهر چرا دیگه؟ طرف دوربین مخفی میگرفت، ایتورش بودم، تمام دوربین مخفیاش هماهنگ شده بود. تو کامنتام گفتم واقعی. نه بعضی از این دوربین مخفی ها که میذارن واقعا مشخص اصلا فیکه. چون داره داد بیداد میکنه. داداش زنگ بزن به زیدت بگو من نمیام خونه. زنگ بزن به رفیق زیدت بگو بیا خیانت کنی، اونم میگه باش. کسوشیرا رو چیه؟ نه داشتم شوخی میکنم. باش تجهیز شدیم با دوستم، خانواده نمیدونم نفر 1,200,300 به ترمیم معدل دادیم که بریم دی امتحان بدیم. خب این کار جمع کردیم، کثیف نبوده، این کار خوبی بوده به نظرم. داشتم میرفتم خونه خالم، اما خونه اشتباه رفتم. چی شده؟ خونه رو اشتباه رفت. 3 تا نقطه چی گرفتن کردنت، گرفتی کردنشون. چی شده میشه بهم بگی؟ نفهمیدم اینو. راز کوچولو دارم دا این بچه‌م باشه. دروغ سال. این یکی دختر نوشته کون دادن به همکلاسیم. خب اون با چی کرده؟ با دیلدو کرده؟ با چی کرده؟ من نمیدونم که. نکنه کیر داشته. اینم بود این ویدیو تموم شد. اگه دوست دارید پارت دوم این ویدیو رو هم بگیریم حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید، همونطوری که گفتم کامنت دیگه حمایت میدونید دیگه آقا. تا ویدیو بعدی فعلا.